خانه خدا یعنی حج میروند در تلفن سینمات کرده با دیگران گسل میکنند. درست است یا نه؟ خیلی مالش مردکش باشه ماج نکنه زنا تا کو گناه های زنا تا رکلام کرده هر جون نپرتو. علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران، شما در شبکه کاروانی عمر قرار دارید. با شما هستم ابو مدثر. بر همه شما تنصیحاتی سلامتی خواهان هستم. نواری که شما در روی اکران میبینید، این مرد همسر عائله خود را بالای کتف کرده در گرد و اطراف کعبه تاب خورده ایستاده است و میگوید که دعا کن تا که دیگران هم ببینند. البته این مرد کاری ناجا کرد، کاری خطا کرد. البته باید مرد همراه زن خود نوار کرده در سامانه های اجتماعی نمیگذاشت و از جمله بالای کتف کردن برای مردها، برای مقصد جوانها، این حق دارد پدر و مادر، برای که وظیفه فرزندی ما همین است که باید در کسی خود پدر یا مادر خود را گرفته زیارت کعبه کنیم. انشاءالله باز خوب می شود. خانه خدا یعنی حج میروند در تلفن سینمات کرده با دیگران گسل میکنند. درست است یا نه؟ خیلی مالش مردکش باشه ماج نکنه زنا تا کو گناه های زنا تا رکلام کرده هر جون نپرتو. اندمی ای وای بعضی تویان در بعضی بچه های ناباب بار میکنه، بعضی رقصای دخترای ما و شما گفته پافتست است، همه لعنتت میکنن. نکی کار خدا خواهد حج رفتی الله سیام کاری خودت خدا خواهد در تلفونه کد من اومده بچه هات ننشونت زنته زنی تا دیگه کس دیدنش گناه های نیاد نبرار. تو تلفون در شرط نه زنته رکلام مکره پافتند یا رکلام کردن ما و شما خدا خواهد انشاءالله. این چیزا نکنی از این گناه های. اینم با دخترها را با زنها را من مسوار میکنم. من بعض سیدان نفرت میکنم، بعضی خدا که با گناه قبل رکلام که پرتافته سه یا دیگر. این عیب عزیزانی من، شما باید عیب پوش باشین. خدا خواهد یا که هم کشلاک خدا خواهد سیرش میبراری کی رحمتت میگه کی؟ برعکس خدا خواهد کامنتار یا من میخونم بعضی دختر پرتسین در تیوی همون حتی که بلاگ را دعای بد دارن. مرای روزت که سیری قشلاق تا براری، مرای روزت که باید نکنه چیزا خوارید، نکنه برادرها. التماس خدا خواهد چیزای خوب پرتا خدا خواهد انشاءالله، چیزای گپای خوب نصیحت تونی پرتا، لیکن چیزای ناباب نادرست نسبت عائله نسبت به نپرتا خدا خواهد انشاءالله.